فصل پنجم. بر پای خودتان بایستید، به خودتان تکیه کنید، به دنبال رویاهایتان بروید، اما در دنیای حقیقی زندگی کنید. به اتفاق کار کنید. اگر شیر می‌خواهید در مزرعه روی چهارپایه ننشین و به امید آن نباش که گاو خودش نزد تو بیاید. این گفته قدیمی یکی از نقل و قولهای مادرم بود. مادرم در ادامه این حرفش می گفت تکان بخور که از جایت برخیز، گاو را بگیر. میگویند اگر میخواهی غذای خرگوش آماده کنی، ابتدا خرگوش را شکار کن. این ضرب المثل نمیگوید که خرگوش را بخر یا آنقدر بنشین تا کسی خرگوش به تو بدهد. این حرفای مادرم که از 2-3 سالگی به من گفته میشد سبب شدن با پای خود بایستم. من چنین آموختم که خودم فکر کنم و کارهایم را انجام دهم. انگلیس‌ها به منزله یک ملت قبلا چنین باوری داشتند، اما امروزها خیلی دلشان میخواهد آنچه را میخواهند در یک طبق بگذارند و به آنها بدهند. من با بخت و اقبال بلند روبرو بودم که پدر و مادر خوب داشتم. اولین درس من در خودکفایی به زمان مربوط می شود که تقریباً 4 ساله بودم. به جای رفته بودیم و در راه بازگشت مادرم اتومبیل را نگاه داشت که در فاصله چند میل خانه‌مان بودیم. مادرم گفت که راه خانه‌مان را پیدا کنم. این یکی از آن حرکت‌هایی بود که من آن را هرگز فراموش نمی‌کنم. به تدریج که سن و سالم زیادتر شد، درس‌های دریافتیم سخت‌تر شد. یک صبحی بر وقت زمستان از مکتب شبانه روزی به خانه برگشته بودم. مادرم مرا از خواب بیدار کرد و خواست لباسم را بپوشم. هوا هنوز تاریک و سرد بود. از رخت خواب بیرون آمدم. بعد از صرف صبحانه در آشپزخانه ظرف غذا و سیب به من داد. مادرم گفت مطمئناً که در سر راه آب برای نوشیدن پیدا میکنی. باید با دوچرخه 50 میل را طی میکردم تا به ساحل جنوبی میرسیدم. نقشه برداشتم تا اگر راهم را گم کردم از آن استفاده کنم. شب رو در خانه یکی از بستگانم گذرانیدم و روزی بعد به خانه برگشتم. وقتی وارد آشپزخانه گرم شدم که مادرم و لیندی آنجا نشسته بودند، احساس غرور و افتخار داشتم. انتظار داشتم برایم کف بزنن و خوشحالی کنن، اما به جای آن مادرم گفت کارت عالی بود ریکی. آیا به اندازه کافی تفریح کردی؟ حالا دست به کار شو. پرستاری محله میخواهد چند تیکه هیزم برایش تهیه کنی. برای بعضی ها این طرز رفتار ممکن است سخت و بی‌انصافانه به نظر برسد، اما اعضای خانواده من یکدیگر را دوست می‌دارند و مراقب هم هستند. ما یک خانواده نزدیک به هم و بسیار صمیمی و وفادار هستیم. این درس‌ها را از آن جهت به ما می‌دادند که پدر و مادرم می‌خواستند ما قوی و قدرتمند باشیم. به خودمان متکی باشیم، آزاد و رها باشیم و روحیه مستقل داشته باشیم. به خاطر داشته باشید آنها و همسالان آنها 2 جنگ جهانی را پشت سر گذاشته بودند و نوازش کردن و مهربانی در فرهنگ لغت آنها جای نداشت. پدرم همیشه از ما حمایت میکرد، اما مادرم همیشه میخواست ما در بهترین حد خود ظاهر شویم. من تجارت را از مادرم آموختم. او بود که پول را به من آموزش داد. او میگفت پیروز باشید و دنبال رویاهایتان بروید. مادرم میدانست که باختن منصفانه نیست، اما به هر صورت این زندگی است. درست نیست به بچه ها بگویم همیشه و در هر حال باید پیروز باشه. در دنیای واقعی مردم سعی و کوشش میکنند، بعضی ها پیروز و بعضی دیگر مغلوب میشوند. گاه ها با بی‌عدالتی های روبرو میشویم که باید به فراسوی آنها برویم. وقتی من متولد شدم، پدرم اکنون به فعالیت خوششانسی شروع کرده بود. با مشکلات پولی روبرو بودیم. مادرم اعتراض و غرور نمیکرد. او 2 هدف داشت. اول این که میخواست برای من و خواهرانم کارهای پیدا کند، زیرا بیکاری و فعالیت نداشتن برای او قابل قبول نبود. دوم میخواست راه پیدا کند که به بودجه خانواده کمک کند. پدر و مادرم رازی را از ما پنهان نمیکردند. آنها مسئله ها را با ما در میان میگذاشتند و ما سری میز شام درباره تجارت بحث میکردیم. میدانم که بعضی از والدین کارشان را از فرزندانشان مخفی میکنند و مسائلشان را با آنها در میان نمیگذارند. به اعتقاد من فرزندان آنها هرگز به ارزش پول پی نمیبرند
درباره درآمد و فایز بانک اطلاعات به دست نمی آورند و گاه وقت به دنیای واقعی پا می‌گذارند توان مقابله با مسائل را ندارند. اما ما می‌دانستیم در دنیای واقعی چه می‌گذرد، زیرا در حضور ما درباره این مسائل صحبت می‌کردند. خواهرم لیندی و من در تمام لایه‌های پولی به مادرم کمک می‌کردیم. از این کارمون لذت می‌بردیم و در ضمن این اقدام به کار گروهی در خانواده‌مان کمک می‌کرد. من سعی کردم هالی و سم را هم به همین شکل تربیت کنم، هرچند من از این بخت و اقبال برخوردار بودم که در مقایسه با پدر و مادرم پولی بیشتری در اختیار داشته باشم. من هنوز معتقدم مقررات و قانون‌های مادرم خوب بودند و هالی و سم به ارزش پول پی بردند. مادرم که باید از خانواده‌اش مراقبت میکرد نمیتوانست بیرون از خانه کار کند. در دهه سال 1950 زنان زیاد بیرون از خانه کار نمیکردند. مادرم دنبال کارهای میگشت که بتواند در خانه انجام دهد. مادرم در انبار حوله منزلمان کارگاه تأسیس داده بود و در آن سبد کاغذهای پرتاب را میساخت. ما با خوشحالی سبدها را رنگ میکردیم و منتظر میماندیم تا تعدادی سبدهای ساخته شده به حد برسد که بتوان آن را برای فروش تقسیم کرد. پدرم هم حتی گاهی در فرصت‌هایی که پیدا می‌کرد به مادرم کمک می‌کرد. مادرم نمونه سبدهایی را که ساخته بود به فروشگاه‌هایی که می‌توانستند خریدار باشند می‌برد و وقتی فروشگاهی مشهوری هرادوس آنها را سفارش داد فروش و کاسبیمان رونق پیدا کرد. کار زیاد و خوش بودن ویژگی‌های خانوادگی ما بودند و همه ما مهارت‌های کارفرمایی به دست آوردیم. شاید علتش این بود که بعد از سالهای جنگ باید به هر صورت درآمد کسب می‌کردیم. خواهر مادرم خاله کلر از گوسفندهای سیاهی ونتسیگی خوشش می‌آمد. به فکرش رسید که لیوان‌های آماده کند که روی آن عکس یک گوسفند سیاه درج شده باشد. کار شرکتی او نیز رواج یافت و تا به امروز هم وضع خوبی دارد. سالهای بعد وقتی در کار تولید و فروش صفحه‌های ویرجین بودم، خاله کلر به من زنگ زد و گفت که یکی از گوسفندانش شروع به خواندن آواز کرده است. به حرفش نخندیدم. او زن هوشمند بود و همیشه نظرات جالب داشت. من نوار با عنوان با گوسفند سیاه ساختم که با موفقیت فراوان روبرو شد و در ردبندی آهنگ‌های برتر روز به مقام 4 رسید. من از کارهای کوچک روستایی به ویرجین جهانی رسیدم، در حالی که قانون‌های اصلی یعنی گردش پول نقد و سود و زیان ماهیتشان تفاوت نکرده بود. میزان ریسک افزایش یافته بود. من آموختم در معامله‌ها و نظراتم شجاعت به خرج دهم. گرچه به دقت به هدف‌های همه گوش می‌دهم، خودم تصمیم می‌گیرم و تصمیم را به اجرا می‌گذارم. من به خودم و به هدف‌هایم باور دارم. همیشه بر آن بودم به آن که ایدئال‌های خود را کنار بگذارم، دایره نظری خود را وسیع کنم. من از بچگی در سطح خانواده آموختم که باید شخصیت قوی داشته باشم، با صداقت باشم و به دیگران احترام بگذارم. من تنها یک بار از خود قطعی امید کردم. این اتفاق سال 1986 افتاد. در آن زمان ویرجین یکی از بزرگترین شرکت‌های بخشی خصوصی در بریتانیا بود که 4000 کارمند داشت. فروش ما از سال قبل 60% افزایش یافته بود و من توصیه کردم شرکت را به شرکتی سهامی عاموی تبدیل دهم. زیاد مطمئن نبودم و 2 تن از شریکانم هم زیاد مایل نبودند، زیرا مرا خوب می‌شناختند. آنها می‌گفتند نباید کنترل خودمان را از دست بدهم، اما بانکداران معتقد بودند پول بیشتری نصیب می‌شود. فکر می‌کردم در شرایط مالی مناسبی به سر می‌بریم، اما بانکداران چنین نظری نداشتند. به نظرم رسید اگر سهمیه‌های خود را به عموم بفروشیم به سودمان باشد. تا سال 1986 همه به سمت شهر در حرکت بودند. هر کس که در شرکتی بریتیش تلکام سهمیه خریده بود پولش 2 برابر شده بود. من هرگز فراموش نمی‌کنم که وقتی به شهر رفتم صرف خریداری سهمیه ویرجین را مشاهده کردم. ما پیش 70,000 مبلغ خریدی سهمیه‌های ویرجین را ثبت نام کرده بودیم، اما آنها همه خریدارشان را به روز آخر یعنی 13 نوامبر سال 1986 موقوف گذاشته بودند. از کنار صف‌های خریداران می‌گذشتم و از کسانی که در صف ایستاده بودند به سبب اعتماد که به ویرجین کرده بودند تشکر می‌کردم. حرفای بعضی از آنها هنوز در گوشم صدا می‌دهد.
ما امسال به تعطیلات نمی رویم و پسندازمان را صرف خرید سهم‌های ویرجین میکنیم. ریچارد به کارت ادامه بده، ثابت کن که ما درست انتخاب کرده ایم. ریچارد تو بانکدار هستی. یک بار متوجه شدم که عکاسان روزنامه ها پایهای مرا عکس میگیرند. چیزی را نفهمیدم. به پایهایم نگاه کردم و متوجه شدم به سبب شتاب در لباس پوشیدن کفشهایم را لینچه به لینچه پوشیدم. تعدادی متقاضیان سهام ویرجین بیش از حدی بود که ما تصور میکردیم. 100,000 نفر در بخش خصوصی به متقاضای سهامی ما بودند. شرکت پاشته 20 کارمند بر شمار موجودی کارمندانش افزود تا انتقال و جابجایی سهم‌های ما با سرعت کافی صورت بگیرد. اما دیری نگذشت که من با شهر مشکل پیدا کردم. کنار آمدن با هیئت مدیره کاری ساده نبود. بسیاری از آنها کمترین اطلاعی درباره موسیقی نداشتند. آنها متوجه نبودند که چگونه ممکن است یک صفحه یا یک نوار یک شبه میلیون ها فوند فروش کند. گاه مجبور می شدم برای تشکیل جلسه هیئت مدیره 4 هفته صبر کنم و در این مدت رقیبان ما به جای ما وارد میدان شده بودند. در مورد بستن قرارداد با گروه‌های موسیقی هم مشکلی داشتم. مثلا کسی در هیئت مدیره می گفت امضای قرارداد با رولینگ استونز، آنها با همسرم پیسه نیستند. جانت جکسون، او دیگر کیست؟ من همیشه سریع تصمیم گیری کردم و روی غریزم حساب کردم، اما در آن مقطع تصمیم گیری سریع امکان پذیر نبود. من متنفر بودم که پشت میزی پرزرق و برق بنشینم و برای مدیران شرح دهم که اصولاً کار ویرجین چیست. زمانی بود که اصلاً دفتری نداشتم و میزم یک صندلی راحتی بود. از همه اینها مهمتر احساس نمی کردم روی پایهای خودم ایستاده‌ام. سود ما 2 برابر شد، اما ارزش سهامی ویرجین کاهش یافت. برای اولین بار در زندگیم افسرده شدم. بعد بازار سهام به تنزلی شدید روبرو شد. قسمت سهمیه ها به شدت کاهش یافت. البته تقصیری من نبود، اما فکر میکردم به همه کسانی که سهمیه های ویرجین را خریدن خیانت کردم. بسیاری از خریداران دوستان، بستگان و کارکنان ما بودند. بسیار هم همه پسندازی عمرشان را صرف خرید سهم‌های ویرجین کرده بودند. تصمیم را گرفتم، به فکرم رسید همه سهمیه‌های فروش رفته را باز خرید کنم. آن هم به قیمتی که همه خریده بودند. البته مجبور نبودم این کار را بکنم، اما نمیخواستم کسانی که سهم‌های ویرجین را خریدند ضرر دیده شوند. به 182 میلیون فوند احتیاج داشتم. دوست نمی‌داشتم شهرت و شخصیتم زیر سوال برود. روزی که ویرجین دوباره از شرکت سهامی خلاص شد، گویا من رکورد پرواز به کره هوایی را شکسته بودم. به آرامش رسیدم. بار دیگر کاپیتان کشتیم بودم. من شخصا سرنوشت خود را معین می ساختم. به خودم اعتماد دارم. من به دستایی که کار میکنن اعتقاد دارم. من به مغزایی که فکر میکنن اعتقاد دارم. همانطور که به دلهایی که عاشق میشوند معتقدم.